مأمور فاسد و شکنجهگر زندان تهران بزرگ. مجتبی کمرعی، رئیس حفاظت زندان تهران بزرگ. این مزدور از لحاظ اخلاقی بسیار فاسد و مردم مهرشهر او را به فساد اخلاقی می‌شناسند. وی از وارد کننده های مواد مخدر و گوشی در زندان قزلحصار بوده است. به گفته یک زندانی آزاد شده، در زمان مأموریتش خلافکارها و مواد فروش‌های بند فقط روزی 6 پرس غذا برای این جنایتکار می‌خریدند تا سیر شود. مجتبی کمرعی پس از انتقال به زندان تهران بزرگ همچنان به وارد کردن مواد مخدر ادامه می‌دهد. او روزانه دست کم 1 کیلوگرم مواد وارد زندان می‌کند. وی در حال حاضر بندهای این زندان را در اختیار افراد پولدار زندانی گذاشته و از آنها 300 میلیون تومان اجاره بها می‌گیرد. زندانیان مجبورند برای ماندن در این سالن‌ها به اجاره کنندگان سالن‌ها پول بدهند. زندانیان فقیر که توان مالی برای پرداخت چنین پولی ندارند، توسط این افراد و ایادی آنها در زندان مورد شکنجه، آزار و توهین قرار می‌گیرند.